سلام به همگی، خوش اومدین به یه جلسه دیگه از آموزش‌های رزین اپوکسیمون. من نارمیلا هستم و اینجا قراره کلی ایده های خفن رو درباره رزین داشته باشیم. اینا آموزش‌های مقدماتی هستن که می‌خوایم اول رزین رو بشناسید و بعد میریم سراغ آموزش‌های عملیمون. امروز میخوایم به یه سوال پرتکرار که همیشه پرسیده میشه پاسخ بدیم. آیا رزین خطرناکه؟ برای پاسخ به این سوال اول باید بگم علت این که خطرناکی رزین بیان شده اینه که وقتی که رزین و هارده با هم ترکیب میشن تولید گازهایی میکنن و این گازها که دیده هم نمیشن باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی یا ناراحتی ریه در برخی افراد میشه. اما شما هم مانند خیلی از کارهای خونتون مثل تمیز کردن سرویس بهداشتی خونتون با مواد شیمیایی همونقدر که ماسک میزنون و دستکش میپوشین و چیزیتون نمیشه، این کارم مثل اونه. وقتی ظرف میشورین دستکش میپوشین، خب اینم مثل همونه. اگه موارد ایمنی رو رعایت کنیم هیچ اتفاقی در کارهامون برامون نمیفته. براتون همینقدر بگم که الان خود استاد من که 5 ساله در رشته رزین اپوکسی فعالیت میکنه و در این 5 سال خدا 2 تا هم بچه خوشگل و سالم بهشون عطا کرده. و اما این موارد ایمنی چی هستش؟ ما موقع کار با رزین اپوکسی از اول تا آخر کار، نمیگم فقط موقع هم زدنش، نه، از اول تا آخر کار حتما دستکش بپوشید، ماسک ایمنی امتری که مخصوص این کار هست رو بر دهانتون قرار بدید، عینک ایمنی بزنین و پنجره اتاقتون رو تا حدی باز بذارین تا تهویه هوا جریان پیدا بکنه. اگه این موارد رو رعایت بکنین هیچ نگرانی درباره کار رزین براتون اتفاق نمیفته. سوال بعدی اینه که اگه دستمون رزینی شد چیکار بکنیم؟ بعضیا میگن که حالا با الکل، تینر یا با لاک‌پکن پاک کنیم. ولی من میگم نه، این کارو هیچ وقت انجام ندین، چون باعث خشکی پوستتون و آسیب بهش میشه. شما فقط این کار میکنین موقع کار با رزین اول دستتون رو با وازلین چرب کنین تا لایه بین پوست دستتون و رزین قرار بگیره. دوم اینکه اگه پوستتون رزینی شد، حالا اگه نزدین وازلین و دستتون رزینی شد، با یه پد دستمال مرطوب اون رو پاک بکنین، به راحتی پاک میشه و دیگه هیچ رو دستتون نمیمونه و دستمال مرطوب هم که همگیمون استفاده میکنیم و هیچ ضرری برای دستمون نداره. مورد بعدی که پرسیده شده اگه حساسیت بدیم چیکار کنیم؟ اگه شما موارد ایمنی رو رعایت نکردین و حساسیت براتون ایجاد شد، 1 ماه، اگه خفیف بود 1 ماه کار نمی کنین و بعد از 1 ماه که حالا حساسیتتون برطرف شد با رعایت موارد ایمنی دوباره کارتون رو میتونین شروع کنین. من خودم چند بار اینطوری شدم. ولی اگه شدید بود حتما به پزشک مراجعه میکنین و با مصلحت ایشون دوباره به کار برمیگردین و در اون صورت بازم با موارد ایمنی کارتون رو ادامه میدین. خب بچه‌ها، اینم مواردی که درباره ایمنی در کار رزین اپوکسی باید رعایت کنیم رو بهتون گفتم. اگه حساسیت کردیم اینم بهتون گفتم، اگه دستمون آلوده شد اینم بهتون گفتم که چیکار باید بکنین. پس میبینیم که اگه تمامی موارد ایمنی رو در کارمون رعایت کنیم هیچ نگرانی درباره رزین اپوکسی و رشته هنری بسیار پولسازی که الان در روبرومون هستش برامون ایجاد نمیشه. ببینم از ویدیوی علمیمون درباره رزین اپوکسی و به قول خودتون خطراتی که میتونست برامون داشته باشه و یا نداشته باشه. ویدیوی بعدیمون درباره سرمایه گذاری روی رزین اپوکسی که چجوری روی رزین سرمایه گذاری کنیم که به نفعمون باشه و کسب و کارمون رو شروع کنیم. ممنونم، فعلا خدا نگهدار.